وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک حالت آدمکشی با بیرحمی مخصوص خبر داد. پیرمرد 72 ساله از شهر کولاب را در پایتخت شهر دوشنبه با مشت و لغت تا مردن لطکوب کردند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، نیمه شب 3 ژانویه سال 2024 تقریبا ساعت 02:20 در ناحیه فردوسی جسد پیرمرد 72 ساله ساکن شهر کولاب با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت کردند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان که پیش با ماده 244 و 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی و غارتگری زندانی شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کردند. بنا به فرضیه میلیسیا، گمانبر شونده شب 2 به 3 ژانویه در حالت مستی از حیثیت افباشی پیرمرد مرحوم را به یگان اساس با مشت و لغت زده از پای افکنده است و سپس جیبهایش را کوفته از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه لطکوب پیرمرد 72 ساله در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگر حادثه آورده نشده است. شام 2 ژانویه سال 2024 تقریبا ساعت 18:40 راننده автомашин تمغه اوپل استرا ایشیف اکرام سال تولدش 1991 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت در روی ماشینگرد غیرت شهر ترسونزاده اسوده اداره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد نورالیف حیدرقل سال تولدش 1952 ساکن شهر ترسونزاده را پخش نموده است. در همین وقت باز автомашин دیگر اوپل استرا تحت اداره راننده عبدالرحمانوف طلقنجان سال تولدش 1976 ساکن شهر مذکور که به همین سمت حرکت می نمود پیادهگرد نورالیف حیدرقل را پخش نموده به مسافه 5 متر کشیده می برد. در نتیجه پیادهگرد نورالیف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بازم شام 2 ژانویه سال 2024 تقریبا ساعت 19:00 راننده автомашин تمغه اوپل میری و نورالیف یونس سال تولدش 1974 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت سمت شهر ترسونزاده به سمت شهر دوشنبه واقع در حدود دهه وحدت شهر ایسار اسوده اداره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد یوسفوف فتح‌الدین سال تولدش 1958 ساکن شهر لیوکان را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد یوسفوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.